محبوبای اونجا شنیدم هر اتفاقی که تو زندگی میفته حتما یه حکمتی توش هست. به جای اینا از خودت برای یه مغازه رو تصور کنیم. اگه داره اینجا بخرین و بپذیر این مال شماست یا مال مغازه؟ این چه مقایسه ایه؟ یه حقیقت ساده توشه. اگه من به یه نصیحت قابلانه گوش کنم و با تمام وجود درک کنم اون میشه بخشی از آگاهی. اما در مورد تو داری پسش می‌کنی. داشتن یه خانواده خوب به روابطی که تو زندگی قبلی داشتی بستگی داره. اگه تو زندگی قبلی خوب با خوشبختی از زندگی جدید پاداششون تو می‌کنی. داری میگی که ما تو زندگی قبلیمون آدمای خوبی نبودیم. منظورت همینه؟ تو معبد معرفه کن. دیگران رو ملامت نکن. اتفاقات زندگی رو بپذیر. اینجوری آرامش به زندگی